برادر محترم، شما به صفت معاون یک جبهه در مورد آینده جهاد چی نظر دارید؟ درباره اول به نام خداوند نصرت دهنده مجاهدین، جهاد افغانستان یک جهاد برحق و مظلومانه است و نظر ما در مورد جهاد است که به یاری خداوند کریم ان شاء الله سرانجام حق بر باطل پیروز می گردد. افغانستان از مجاهدین و مسلمانان خواهد بود. در صورتی که جهاد علیه کفر و الحاد در افغانستان و پیروزی برسد، شما چه پلان‌های روی دست دارید؟ اصلا پلان و یا هدف عمومی ما و مجاهدین افغانستان عبارت از استقرار حکومت اسلامی در افغانستان و رفاه و خیر و فلاح مردم افغانستان است و پلان‌های عمرانی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و نظامی ما بر اساس امی حکومت اسلامی مطرح می شود. در جنگ‌های اخیر شما به چه پیروزی‌های نائل شده اید؟ در سال 67 ما طرحی در سال 67 در ماهی که گذشت، یعنی ماه میزان، یک سلسله عملات بس گسترده و مهمی را برای خداوند کریم در اطراف شهر فیض آباد ما پیریزی کردیم و این عملیات در 27 ماه میزان به منصه اجرا درآمد تحت فرماندهی برادر مجاهد رزمنده عبدالبصیر خالد صورت گرفت که بالای تمام پوسته های امنیتی اطراف شهر فیض آباد آتشباری و عملیات بود و این عملیات البته به نام عملیات نصر من الله نامگذاری شده بود. عملیات 4 بخش داشت که عبارت از عملیات نصر من الله 1، عملیات نصر من الله 2، عملیات نصر من الله 3، عملیات نصر من الله 4 و این عملیات در قسمت شرق فیض آباد و قسمت غرب شهر فیض آباد به انجام رسید. عملیات نصر من الله 2، 3 و 4 به یاری خداوند در شب 27 ماه میزان به پیروزی رسید و عملیات نصر من الله 1 در شب 28 ماه میزان به پیروزی رسید. در این عملیات ما بهترین فرزندان اسلام را مجروح دادیم، شهید دادیم و تا فوز و فلاح و نصرت نصیب مجاهدین و مسلمانان شد. در این عملیات حدودی 59 نفر مجروح عزیز اسلام به جا گذاشت در این 4 پوسته امنیتی و 4 نفر از عزیزان اسلام جام شهادت نوشیدند. تمامی اساکیر و صاحب منصبانی پوسته های امنیتی مردار، مجروح و اسیر شدند و این 4 پوسته امنیتی که پیشتر ما نام بردیم عبارت از پوسته یشه و پوسته اوقافشین، پوسته پشت ورسک، عرصه پوسته های امنیتی در قسمت شرق فیض آباد قرار داره و پوسته جلغر در قسمت غرب شهر فیض آباد قرار داره. اینها کاملا به تصرف رزمندگان مجاهد و دلیر اسلام در آمد. تمامی سلاح‌ها، مهمات و مواد لوجستیکی و غذایی این پوسته ها به چنگ مجاهدین افتاد و قابل یادآوری است که سلاح‌هایی که از این پوسته ها به دست آمد خفیفه، ثقیله است، از قبیل زیکویک 2 میله، زیکویک 1 میله، دهشکه، هاوان و ماشینداری رنجک TRC مدل جدید 82 روسی و ماشیندارهای پیکاپیک و پیکه به دست مجاهدین در آمد، مرمی و مهمات زیاد. و این عملیات یک عملیات بس مهم و بزرگ هم بالای مجاهدین از نگاه از اینکه روحیه مجاهدین، مورال مجاهدین را بلند برد بود و از نگاه از اینکه روحیه دشمن را ضعیف کرد بسیار مهم بود.
در جریان این عملیات و بعد این عملیات تقریبا که فعلا 5 ماه اقرب است، تیارات جیت دشمن مناطق مفتوحه مجاهدین را بسیار زیاد شدیداً تحت بمباری قرار میده که تلفات و خسارات زیادی به مناطق مفتوحه این مجاهدین وارد شده. تقریبا اکثریت قریجاتی اطراف شهر فیض آباد بمباردمان شده و خانه های زیادی ویران شده و این نکته هم قابل تذکر است که با وجودی که سال 67 در بدخشان علل خصوص در یفتلها و راغ و شهر بزرگ و زردی و سرغلان مبارک یک سال خشکسالی و قحطی و کمبود مواد غذایی و فقر اقتصادی است، در پهلوی این فقر اقتصادی تیارات دشمن دار و ندار مردم را در ظرف تقریبا 1 ماه اینا از بین بردن و ما از این ناحیه و مجاهدین از این ناحیه کمبود مواد غذایی و اقتصادی نهایت دچار مشکل هم. و ما این عملیات نصر من الله را به خاطر سنجش قدرت و نیرومندی مجاهدین در ارتباط با عملیات آینده شهر فیض آباد انجام دادیم که به یاری خداوند این عملیات نصر من الله به پیروزی است. از اینکه حاضر شدین با ما، به برادران من، به خواهران من و به تمام مردم افغانستان است که اینها به حبل متین خداوند چنگ بزنند و به حیث یک مجاهدی فی سبیل الله اتحاد و اتفاق و ثبات و پایداری و صبر و حوصله‌مندی خود را حفظ بکنند تا اینکه خداوند جمله مجاهدین مسلمانان را فتح و نصرت نصیب بکنند. و ما تقاضام هیست از مجاهدین که در رابطه با استقرار حکومت اسلامی و نابودی کفر و الحاد در افغانستان جهادی بی امان خود را اینا رها نکنند و اینها ترس خدا را پیشه کنند، تقوا پرهیزگاری را پیشه بکنند و اینها خود به گناه کم آلوده بکنند، ان شاء الله نصرت